درود و صد درود بر دوستان یوتیوبی. بازم دوباره تبریک میگم سال نو رو. ان شاءالله سال خوب درجه یک داشته باشید. امروز اومدیم یه بازی ورزشی دیگر چک کنیم، دوباره بررسی کنیم. اینم جالبه. حالا بریم جلو میبینید چقدر جالب و عرق آدم در بیار است از اون بازی هست. حالا ببینید بریم جلو میبینید. همونطور که میبینید بازی آل این وان اسپورت VR انتخاب کردیم. یه بازیه کاملا ورزشیه که انواع ورزش‌ها توش داره. مثلا میبینید بوکس، بولینگ، دارت، تنیس، گلف و والیبال خیلی دوست دارم. حالا والیبال با هم بریم. اسکورش هم البته داره. سینگل لول 5 میریم. این صفحه این حالتش میریم چی میشه. بازی فانه بیشتر. بریم جلو میبینیم کاراکترها و همین فانه واقعا. ببینیم چیزی رو در رو بزنیم. بله میزه توپ میزه بالا، کلیپ رو ول کنیم به در رو بزنیم. همین اوکی. بریم یه در سرویس. خب برای سرویس وسط زدیم خوب بود. من با ای آی هم بازی کنم البته. یه زده بله سردر رو میخوابید. خفن سرویس دیگه شانسیگرام که پا ندارم. اوه شانسی بود. واو یه دفعه دیگه بلاک یه سرویس دیگه. بله میخوابینه در بر یه جلو روی چلوی نوبر سوپریده. همونطور میگه بازی فانه البته. ببینم چی میشه گرفت. آره واو این دفعه زمین تموم شد. یا خدا یه دفع کردم. میخواب وای امتیاز دادم. امتیاز مفتی بهشون دادم. یه دفعه دیگه خواست دیگه. هی یواش بگی یه همین سرویس بلاک کرد. خب تو هم که تو خراب کن دیگه. آفرین بعد ناردیتون چه دردم میکنه. دو شد بیا یه سرویس یه پاس رو تور. وای اشتباه یه سرویس آفرین اینه بلاک کردی. نمیشه گره یه سرویس این فیزیکش انقدر ریال نیست. یعنی اصلا اوتبیلی واقعا بازی کنم. مثلا تنیسش هم همینطور بود بازی کردم. مثلا فیزیکش ریال نیست. حالا نمیدونم خود میشه اینو جنبه فان بودنش گذاشت یا واقعا همینه. یعنی خیلی جا سوتی داره داخل بازی. یعنی به نظرم بلاک چی کرد؟ ولی من خواهم بیشتر سالندهش دنبال فام بودم. یعنی دنبال اون ورزش حرفه‌ای نبودن عملا. و میشه مثلا این چشم‌پوشی که اون واقعا فیزیکش خیلی داغونه. یه جایی مثلا سرویس کردن و باید اینا داد. فکر کنم دارم میبازم. بعد 5 افتادم آقا. خدا تو خراب آره یه ست دیگه هم بازی کنیم. اونم ببینیم چیزیه. خب تو ست جدیدم یه ست دیگه هم بازی کنیم. واقعا میتونم ببرم چون لول 5 یه خورده برام چالش شده ببینم بازی کنم. سرویس هم زدم. یه بلاک یه سرویس جا خالی. جان شما رو بود آنی رو بیو اولینتر مال من این بده دوم یه سرویس دیگه نمیدونم راک نشد
واقعا برای خودم متاسفم. یه تو وای چقدر بد انداختم. آقا شما میتونی بهتر از من بازی کنی؟ واه آها نکش عالی. همیشه ویدیو میگه برام بفرستین چقدر رکورد شما چجوریه تو لول 5 چند بردید، چون واقعا سخته لول 5. حتی میگم بازم گفتم دیگه، یعنی این فیزیکش فیزیک واقعی نیست، در همین یه ذره الان گیج میده. اوه اوه خود سخت سرویس دادن، یه پاس دادنش خیلی سخته واقعا. خوب زد ولی گرفت اینم که دابل شد و آها اینم سرویس. وای ایول بلاکی کردم. خب یه پاسی یه دست یه تمام شده و واقعا یک نمانه تابلو بود. یه پاسی یه دست دیگه. خب من بدیم بکنم ولی خاک بر سرت نستی بزنیم تابلو شد. خب نکنم بیرون ولی یه پاس دیگه. خب آفرین عالی بود. یه سرویس ای چیز کرد دفاع کرد. گیر وای بلاک نمیشه. یه پاسی عجب رالی شده. وای بیرون. حالا یه دستی هم بریم ولی من میخوام اینجا به بعد توضیح در خود بازی بدم. بازی All in One Sport VR خب سال 2021 درست شده، ریلیز شده و حالا اسم سالانش رو داریم به اسم استیکاتی پاپیزوری رو میگن دیولپرشو ابدونی اسمش که ساخته. برادان دنبال فام بودن، دنبال اینکه مثلا یه بازی رئال مثلا خیلی خفنه مثل بازی تنیس نبودن، یه بازی فان بخنده با سری کاراکترهای خنده‌دار نمیش هم که سیستم کارتونی کاملا و به نظر من تونستن بازی در بیارن. حالا بجز والیبال دارت داره، اسکواش داره، بوکسش واقعا به در بوکس کلیک نمیرسه، اصلا نمیرسه خیلی بوکسش، ولی خوبیش که مولتی پلیر داره. مثل کسی که مثلا حالا استیم یا وی آر داره یا فیس داره یا اشتیسی واید داره میشه باش بازی کنید. این مثلا چیز جالبیه، ولی همه چیزی که من از من خیلی جالبش کرده همین فام بودنشه. من گذاشتم خوبه، آرتش خوبه، رنگبندی ها واقعا جالبه، آدم سر وجه میاره و این که چیزی خاصی نداره. بیشتر در مثلا دوره همی میخواستم بازی کنید یا مثلا مسابقه چالنج ما چون خیلی کوتاه اومد بازی، 3-4 هر دهتش ستش 4 دقیقه است، 2 دقیقه است، دارتش که بوکسش هر کدوم اصلا 2-3 دقیقه است. خیلی باگای ریزی هم داره، الان دیدیم مثلا تو بود ولی خب بیرون کنه یک باگای ریزی داره که خونم مثلا تو ضربه زدن و فیزیک و اینا واقعا بحثی نداره، نمیشه بحث کرد واقعا، چون فیزیکش زیاد فیزیک واقعی نیست و همین دیگه میگم عجیبه که واقعا بازی نیست، ولی خب کاراکترها خوب در آوردن، مدل ویدیو خوبه، همین لایتینگ کار نور پردازی اینا بد نیست، درد نرماله هایی نیست، مثلا بازی کلام که تو که ما دیروز بازی کردیم خب خیلی خفن بود اون سردشون خیلی بازی عادیه. در کل این چیز دارن دانلود کنید فقط باش بخندید و حال کنید. همین حالا بریم تو استودیو برگردیم، من هم نمرهش رو بهش بدم، همین که دیگه جمعی نماش بکنیم. قبل از هر چیزی استودیو جدید منو ببینید خوبه، اگر راضی هستی با همین
تیم برم جلو و این نظرات خاصی بدید دیگه، بگید این خوبه بده چطوره. یه سایبر پانکیه مثلا بد نیست ولی خوب آواتار توش نداره. یه نظری در این بدید فعلا، یه پازی بکنم. خب برگشتیم به استودیو اصلی. اینم آواتار منه روز مجدد. خب بازی رو دیدیم. اینم این استودیو جمع جور خوشگل نامانی منه. یه نظرتونم درباره این بگی، این یا قبلی یا قبلتریه، یه کدوم انتخاب کنید. بعد دیگه خب در مورد بازی هم جالب بود به نظرم، فانه. این چی اومد بالا ولش کن. من نظرم اینه که باید یه امتیازی به این بازی بدیم. نظر من امتیاز 5، چون نه زیاد راضی نبودم. من دوست داشتم حرفه‌ای خیلی بازی کنم ولی خب فانه. نظر انتقاد سابسکرایب خب بزنید، فالو دیگه منتظرم. فعلا خداحافظ. اینم بسش.